سلام. تو این آموزش میخوایم این گسترش رو ترسیم کنیم که هفته پیش و هفته قبلترش خیلی ازم سوال کردن که اینو چجوری ترسیم کنیم و شکلش رو ایجاد کنیم که سینما این شکل هم به این صورته، به این صورت که اینو باید اگه روی کاغذ میلیمتری بخوایم بیاریم زمان خیلی طولانی وقت میگیره، حدودا شاید 3 تا 4 ساعت وقت بگیره که این فرمش تکمیل بشه. این که این نما رو به این شکل در بیارید. این از این شکل. خب بریم ببینیم که چجوری باید اینو طراحی کنیم. من اول اینو بیارم، گسترشش هم نشون بدم. گسترشش هم به این شکل میشه، به این صورته. خب برای ایجاد من یک پارت باز میکنم، بعد روی صفحه تاپ هم البته این اندازه هاشم هم بیارم که ببینیم به چه صورته. این اندازه هاشه که اینجا 50 دایرش، بعد این داخلش دایرش به قطر 20، ارتفاعش هم 57. پس فعلا اینو این و اینو ترسیم میکنیم. صفحه تاپ رو باز میکنم، اینجا پلیگون انتخاب میکنم، روی 6 میذارم و اینم دایره محیطیش رو عوض میکنم. اینو میارم اینجا، این قطرش 50 بود و حالا یک صفحه ایجاد میکنم. میام تو بخش فیچر، این از این بیام بیرون، از این قسمت صفحه رو میزنم، صفحه تاپ همون به عنوان رفرنس انتخاب میکنم، به اندازه 57 رو میام بالا. ببینین الان انقدر ارتفاع گرفت. حالا روی این میام یک پلیگون دایره محیطیش تغییر میدن، یک پلیگون ایجاد میکنم اینجا. اینم میذارم روی 20 تا به این صورت. حالا باید برای اینکه توی شیت متال میخوام ببرم باید یک حفره ایجاد کنم که از اون حفره شکل من باز بشه. من اینجا یک دایره به قطر 1 میلیمتر میکشم و از اینجا این قسمت های اضافیش رو پاک میکنم، اوکی میکنم. برای قسمت پایینی هم شما همین کار بکنید، یعنی بیاین اینجا روی این بزنید یا روی اسکچ بزنید، ادیت اسکچ، اینجا یک دایره به قطر 1 ایجاد بکنید و از این قسمت تیریمش بکنید، اینجا و اینجا. خب بعد از این میام تو بخش شیت متال لافت بند رو میزنم، این اسکچ انتخاب میکنم، علاوه اینجا نیامد، این اسکچ و این اسکچ رو انتخاب میکنم، یک همچین شکلی میاد. فقط دقت کنید که این روی بند باشه و این تنظیماتش این روی اولی باشه، اینم 2/1، اینم 1 دهم و اینم 1/2. اگر با تنظیمات دیگه انجام بدین امکان داره که وقتی میخواین فلتش کنین، بازش کنین، به مشکل بخورین. حالا اینو اوکی میکنم. این شکل اولیه من ساخته شد، یعنی فعلا. حالا باید بیام این حفره هایی که اینجا وجود داره رو ایجاد کنم. من از این بالا شروع میکنم، این قسمت و این قسمت، این ور 20-25 ایجاد میکنم. برای این کار من صفحه فرانتم رو انتخاب میکنم، از اینجا میام
یک همچین شکلی اینجا این فقط باید یک شکل بسته باشه که وقتی برش ایجاد کردم بتونه این قسمت ها رو ببره. حالا اینجا اندازه هاشو میدم، اینو میارم این قسمت میچسبونم، اینم اینجا و این قسمت هم اینجا. این ورش فقط باید بسته باشه، دقت کنید. این صفحه رو اگر هایده شو کنید، این صفحه‌ای که ایجاد کردین رو. البته میتونید به این خط هم بدین ولی این صفحه بهتره. این صفحه یکی که ایجاد کردین رو بزنید رو حالت شو باشه. اگه هایده بیاین این قسمت و شوش بکنید. اینجا اسمارت دایمنشن رو بزنید، از این نقطه تا اینجا 25 تا فاصله بدید و از این نقطه تا این صفحه 20 تا فاصله بدید و این شکلتون ایجاد میشه. خب بعد بیاین اسکچ رو انتخاب بکنید تو بخش فیچر، اکسترود کات، این قسمت زرال باکس رو بزنید و اوکی کنید. اینجا قسمت بالا اینم من هاید میکنم. قسمت بالای شکل من ایجاد شد، یعنی به این شکل در اومد. خب الان باید بیایم قسمت پایینی که مونده رو، حفره‌ای که مونده رو ایجاد کنیم، یعنی این قسمت. اینجا یک زاویه 60 داره، اینجا 30، اندازه این خط هم به اندازه 10 تاست. خب من میام روی دوباره صفحه فرانت هم انتخاب میکنم. اینجا از اینجا این قسمت و البته اینجا چسبیده بود کنم. حالا این بدن هم میتونم درست کنم. من دوباره پاکش کنم. من فعلا میذارم اینجا، بعد میارمش اینجا این قسمت، این قسمت و اینجا به شکل بسته در بیارید. خب زاویه اینو اول من میدم به اندازه 60 تا. این زاویه خودش احتمالاً اندازه 30 تا و این خط هم فاصلش تا اینجا رو میدم به اندازه 10 تا. بعدش باید اینو بیارید اینجا رو این نقطه قرار بدید و این هم یکم بیارید این ورتر تا اینجا، تا این قسمت. حالا اگه اندازه هاشون هم داشتین که چه بهتر، اندازه هاشون رو بدین. ولی خب من شکل کلی اینو به شما نمایش میدم که به چه صورته. خب اینو من در حالی که اسکچ انتخاب شده، یا میتونیم بیایم بیرون یا در همون حالت که انتخاب شده میتونیم بیایم تو بخش فیچر، اکسترود کات رو بزنید، اینجا هم بزنید زرال باکس و این شکل رو ایجاد کنید. خب این شکل من ایجاد شد. من نرمال میشم و به این صورت در اومد. حالا باید بررسی کنیم که ببینیم درسته یا نه. من یک بار ببینید نرمال وقتی میشیم این قسمت پشتیش به اندازه این برش نخورده. خب اگر برای شما این مشکل پیش اومد، ببینید این شکلش باید به صورت خالی باشه، نه یک چیزی پشتش باشه. احتمالاً باید بیاین تو بخش همین که کات کردین، توی این بخش اسکچ، این نقطه‌ای که اینجا هست رو بچسبونین به این لبش. بعدش بیاین بیرون و ببینید الان شکل من درست شد. خب پس اگه این مشکل پیش اومد، این لبش رو احتمالاً خوب اندازه ندادیم. من کنترل 7 رو میزنم که شکلمون به چه صورته. این قسمت رو همون اعدادی بدین که من اینجا دادم که برای باز کردنش به مشکل نخورید.
من اینا هم یک رنگ دیگه میکنم که شما بهتر بتونید ببینید. اینو قرمز میکنم و اینا رو. خب بعدش میام توی این قسمت، این جنسش هم مثلا میذارم به این صورت باشه. خب این شکل من الان ایجاد شد. برای باز کردنش هم میام روی این قسمت توی بخش لتن این شکل رو باز میکنم و به این صورت در میاد. به این صورت شکل من ایجاد میشه و کاملا به صورت گسترده‌اش هم میتونیم ببینیم که این واقعا نیاز به دقت و وقت زیادی داره رو کاغذ بیارید، ولی با نرم افزار میتونید این کار کنید و بعد از اینکه رو کاغذ آوردین چکش کنید. اینجا هم من دوباره میبندمش شما ببینید. حالا اگه سینماش هم بخوایم یا میتونیم ببینید تو بخش دراینگ یا از این قسمت سینماش رو ببینید. فعلا تا آموزش بعد.